اگه بازی فری فایر روی سیستمت اجرا نمیشه یا دیگه سیستم توان اجرای بازی فری فایر رو نداره و قدیمی شده و یا همچنان شبیه ساز مخصوص کامپیوتر خودت رو پیدا نکردی و یا اینکه بازی فری فایر با لگ و افت فریم روی سیستمت اجرا میشه، این ویدیو مخصوص خودته. فقط باید یه کار انجام بدی و اون هم این هست ویدیو رو تا انتها تماشا بکنی تا معجزه‌ای که قرار اتفاق بیفته رو با چشمای خودت ببینی. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم حتما کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و بزن با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. خب بچه شبیه سازی که امروز میخوام معرفی بکنم اسمارت گاگل لایت ورژن 1.1 نسخه 2025شه، آخرین آپدیت. و یه نکته‌ای که داره این شبیه ساز، تمامی باگ ها داخلش گرفته شده، باگ های خیلی معروف مثل بلک اسکرین، بلو اسکرین، فیک لوگو و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه بازی فری فایر براتون بالا نیاد، همش داخلش گرفته شده و با خیال راحت میتونید نصب بکنید و ازش استفاده کنید. واقعا هم حجم زیادی نداره، 300 مگابایت. برای دانلود کردنش هم کافیه عضو چنل تلگرام من بشید که آدرسش رو اینجا الان براتون به نمایش در میارم، داخل کامنت هم پین میکنم، عضو بشید و به راحتی فایل رو دانلود بکنید. بعد اینکه فایل رو دانلود کردید فقط کافیه روی فایل مورد نظر که به حالت رر و فشرده هست کلیک راست بکنید و روی دکمه اکسترکت بزنید و اون از حالت فشرده خارج بکنید. حالا این فایل شما میتونید داخل درایو سیتون و یا هر جای دیگه که دوست داشتید اونو از حالت فشرده خارج بکنید. خب فایل رو با کافیه باز بکنید. میام فولدر رو باز میکنم، وارد بخش انجین میشم. اگر این فایل رو داخل درایو سی یا هر درایو دیگه اکسترکت کردید کافیه بیاید این قسمت روی لانچر کلیک راست بکنید و روی سنتو بزنید. از این قسمت هم دسکتاپ انتخاب کنید تا یه شورتکات روی دسکتاپ براتون بسازه تا از این به بعد به راحتی در دسترستون باشه و بتونید خیلی سریع اون رو اجرا بکنید. خب این کار من نمیخوام انجام بدم، بدون معطلی روی لانچر میزنم تا شبیه ساز برای من استارت بشه. خب بچه همونطوری که دیدید شبیه ساز خیلی سریع برای من استارت شده. برنامه خاصی هم داخل شبیه ساز نصب نیست. وارد ستینگش میشم، میام قسمت اپ ها رو یه مرور میکنم. گوگل پلی هم روش نصب، میتونید البته دیزیبل غیر فعاله، میتونید فعالش کنید و ازش برای لاگین کردن داخل فری فایرتون استفاده بکنید. روی دکمه بک میزنم، میام قسمت اباوت فون، همونطور که میبینید اندروید 7.1 و 2 روش سواره. روی بیلد نامبر چند بار کلیک میکنم، یه بار دکمه بک رو میزنم تا قسمت دیولپر آپشن برای من باز بشه. یه خورده میام پایینتر و یه چند تا کار کوچیک هم انجام میدم اینجا تا بتونم پرفورمنس بهتری رو از این شبیه ساز بگیرم. البته این قسمت انیمیشن ها رو میتونیم دیزیبل کنیم که حالا لازم نیست. من دکمه فورس جی پی یو رندرینگ رو انتخاب میکنم و یکم دیگه میام پایینتر. این قسمت روی بک‌گراند پروسس لیمیت کلیک میکنم و روی نو بک‌گراند پروسس کلیک میکنم. اینو انتخاب میکنم تا داخل پس زمینه برنامه اجرا نباشه و شبیه ساز سبک باشه و خیلی راحت‌تر برای ما عمل بکنه. خب روی دکمه هوم میزنم. پنل سمت راستی ما دکمه‌های فول اسکرین، تنظیمات کیبورد، اینستال کردن فایل APK، کم و زیاد کردن صدا، اسکرین شات و قسمت مولتی اینستنس، لوکیشن، ویبره و ستینگ هست. روی ستینگ کلیک میکنم. ستینگ کاملا خلاصه‌ای داره. روی قسمت ادوانس میزنم و تنظیماتی که اینجا داره رو همونطور که می‌بینید میتونیم از اینجا رزولوشن تصویر انتخاب بکنیم که من این رو حالت تبلت میذارم و رزولوشن 1280 در 720 رو انتخاب میکنم. سی پی یو، رم، هر کدومی که دوست داشتید میتونید از اینجا انتخاب بکنید. فعلا بذارید روی اتو باشه تا ببینیم که عملکرد خوبی رو از خودش داره. اگر نداشت میتونیم این گزینه‌ها رو برای خودمون جابجا کنیم. قسمت گیم میام، این دوتا هم بذارید روی اتو باشه. فعلا رو دکمه سیو میزنم و یه بار ریبوست میکنم تا یه بار دیگه برای من اجرا بشه با تنظیمات جدیدی که داخلش ذخیره کردم. خب برنامه مجدد بالا اومده با تنظیمات جدیدی که بهش اعمال کردم و حالا میخوام بازی فری فایر رو داخلش نصب کنم. خب بچه برای نصب کردن فایل APK شما چندین روش دارید. میتونید بیاید از قسمت برووز، از اینجا فایل مورد نظرتون رو حالا دانلود بکنید از داخل مارکت هایی که وجود داره، یا یه فایل اپ مارکت دانلود بکنید، مثلا مثل حالا به فرض مارکت ایرانی رو دارم مثال میزنم، یا مثلا APK پیور یا مثلا APK مود، یه همچین چیزایی رو میتونید نصب بکنید و از داخل اون مارکت ها بازی فری فایر رو دانلود بکنید. یا مثلا میتونید بیاید از این قسمت APK رو بزنید و
آدرس فایل APK خودتون از اینجا انتخاب کنید، روی اوپن بزنید تا اینستال بشه. و یه روش خیلی ساده‌ای که همیشه من ازش استفاده میکنم روش درگ اند دراپ هست. کافیه فایلی که از قبل دانلود کردید و مثل این چیزی که الان اینجا من دارم بکشم و داخل محیط شبیه ساز رها بکنم و به سرعت برای من نصب میشه. خب این قسمت رو میزنم، همونطور که میبینید فری فایر برای من نصب شده. حالا خود فایل فری فایر رو از کجا باید دانلود بکنیم؟ کافیه بیایید داخل مرورگر خودتون و APK پیو رو سرچ بکنید. خب صفحش بالا میاد و اینجا هم کافیه بازی مورد نظر خودتون که فری فایر هست رو سرچ بکنید، روی اینتر بزنید و بازی براتون بالا میاد. کافیه روی دانلود APK بزنید که حجمش هم اینجا نوشته و روش کلیک میکنم و یه خورده میام پایینتر. این قسمت هم یه بار دیگه روی دانلود بزنم، فایل برای من به همین راحتی دانلود میشه و بعد اونو انتقال میدم به شبیه ساز خودم. خب بچه‌ها یه خورده من این صفحه رو بزرگتر میکنم تا دید بهتری داشته باشیم. همه مقدمات لازم و پیش نیازا رو ما انجام دادیم. حالا کافیه روی آیکون بازی بزنیم ببینیم که بازی به راحتی برامون اجرا میشه بچه‌ها یا نه. اینجا از ما دسترسی میخواد، روی کانفیرم میزنم، روی الو کلیک میکنم. خب اینجا داره آپدیت رو دریافت میکنه. خیلی خوب، به همین راحتی بچه‌ها بازی میبینید اجرا شده و به حالت مهمان وارد بازی میشم. یه اسم حالا همینجوری میزنیم که فقط ما رو قبول کنه و داخل بازی راه بده. بچه اینم از اجرای بازی فری فایر. به همین راحتی دیدید که شبیه ساز بازی رو داره اجرا میکنه. برای تنظیمات کیبورد خودتون هم دوستان من شما میتونید بیاید این قسمت روی کیبورد کلیک بکنید. به صورت پیش‌فرض خودش تنظیماتی رو داره که به راحتی با جابجا کردن اینها میتونید تنظیمات خودتون رو تغییر بدید. اگر میخواید این مپ ها و این کلیت ها روی دسکتاپتون ظاهر باشه کافیه شو مپینگ تیپس رو بزنید، روی سیف که این قسمت هست کلیک بکنید و کیبورد همونطوری که میبینید روی صفحه براتون ظاهر میشه. و بخواید مجدد مخفیش بکنید کافیه یه بار دیگه اینجا روی این دکمه کلیک بکنید، سیو بزنید تا کی مپ ها روی صفحه دیگه بهتون نمایش داده نشه. حالا بچه‌ها من داخل حالت موس هستم، همونطور که میبینید دارم با کلیک کردن موس دارم کاراکتر خودم رو کنترل میکنم برای اینکه نشانگر موس ناپدید بشه و با حرکت دادن موس بتونم سر کاراکتر رو کنترل بکنم. کافیه روی کیبورد خودم سمت چپ زیر دکمه اسکیپ روی دکمه حالا آی با کلا هست کلیک بکنم، همونطور که دیدید موس از بین میره و سر کاراکتر رو خیلی راحت من میتونم تکون بدم و با کلیک چپ کردنم به اهداف خودم بچه‌ها شلیک بکنم و با چهار جهتی هم که دارم میتونم به چپ راست و تمامی جهات حرکت بکنم. اگر حالا دکمه کار نکرد و خواستید تنظیم انجام بدید مجدد روی آی با کلا که زیر دکمه اسکیپ وجود داره کلیک میکنید، نشانگر موس نمایش داده میشه، مجدد میایید روی کیبورد میزنید و دکمه‌های خودتون رو جابجا میکنید تا کاراکترتون رو به بهترین شکل ممکن کنترل بکنید. خب بچه من روی سیو میزنم. این بود از شبیه ساز اسمارت گاگا نسخه 1.1 لایتش آپدیت 2025 که به راحتی بازی ها رو براتون بچه‌ها اجرا میکنه. داخل ویدیوی بعدی سعی میکنم یه کی مپ رو از قبل خودم آماده بکنم و روش نصب کردنش رو داخل شبیه ساز بهتون نشون بدم که چطور خیلی راحت به جای اینکه وقت بذارید و زحمت بکشید کی مپ ها رو خودتون بچینید یه کی مپ حرفه‌ای رو با کلیک کردن دو تا دکمه روی شبیه ساز داشته باشید. بچه‌ها یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو هم لایک بکنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.